جوایز 1 تا 100 رویال پس سیزن A4 منتشر شد. همچنین قراره جوایز کامل جو طلایی بعدی رو با هم دیگه تماشا کنیم. سلام بچه‌ها، چطورید؟ تو این ویدیو قراره جوایز کامل رویال پس سیزن بعدی رو با هم دیگه بررسی کنیم که دقیقاً دیروز جوایزهای تایید شده بالاخره منتشر شدن. پس ویدیو رو لایک کنید و بریم سراغ جوایزها. خب این از بخش اینتروی رویال پس. تو این عکس جوایزها رو نشون میده ولی خب ما باش کاری نداریم. داخل رویال پس کامل بررسی میکنیم. اینم از قسمت خرید الایت. قیمت‌ها تغییری نکردن و با 360 UC میتونید که الایت کنید. و حالا بریم سراغ قسمت جوایز 1 تا 100. RP 1 بخش الایت. یه ست خرسی دخترونه داریم این قسمت. هودی به رنگ آبی یخی، چکمه های زمستونی پشمی و یه سری علامت های یخ رو میبینید این قسمت. در کل به نظرم ست جذابیه. خب بریم جلوتر. توی RP 10 بهتون اسکین اسکورپیون رو میده. اگه روی خشاب این اسلحه دقت کنید کلمه گیمر رو میبینید و یه ایده‌ای به ذهنم خورد. خواستم بگم کاشکی قابلیت اسم نویسی روی اسلحه ها توی آینده بیاد. مثلا اسم تو روی M4 یخیت بنویسی. چیز جالبیه. RP 15 بخش الایت بهتون اسکین هواپیما میده که مطمئنم برای 95% کسایی که این ویدیو رو میبینه ارزشی نداره، چون باید RP پوینتتون توی مچ که استارت میکنید بیشتر از همین باشه تا اسکین هواپیما رو بهتون نشون بده. همچنین توی بخش رایگان بهتون یه دنس میده که با هم دیگه ببینیم. اگه دقت کنید حرکت آخرش یه سی رونالدویی میره. RP 20 بخش الایت بهتون هلمت میده، هلمت مخچه. اگه نمیدونید مخچه چیه بذارید یه توضیح کوتاهی بدم. بچه‌ها مخچه بخشی از مغزه که پشت سرتون قرار داره و کارش حفظ تعادل بدن و هماهنگی حرکات بدنه که اگه مخچه آسیب ببینه مثل ایشون یه چشتون بالا میره یکیش پایین میاد. لیون هستم، معلم علوم تجربی کلاس 9. RP 25 بخش رایگان بهتون یه اسکین چتر میده. خب یه کمی بریم جلوتر و RP 30 بخش الایت اسکین اسلحه MP5K. اسکین متفاوتی داره ایول. توی دست کاراکترم تازه جذابتر میشه. برای مپ ویکندی واقعا مناسبه. همچنین یه دنس متیک داره که با هم دیگه ببینیم. و حالا میرسیم به RP 40. اولین ست متیک، ست شکارچی. دقیقاً از ایناییه که تو فیلم‌های ترسناک داخل جنگل آدم میکشن. شخصیتش دقیقاً همونطوریه و یه کلاه متیک داره، یعنی 2 تا متیک رو میتونید که RP 40 بگیرید. کلاه آدم برفی رو داره و در کل نظر من اینه که ست خوبیه ولی خب میتونست که بهتر بشه. میرسیم به RP 50 یعنی بخش اصلی رویال پس. اسلحه آپگریدی DBS رو میتونید توی RP 50 بخش الایت بگیرید. کیل مسیجش به این شکله. یه حیوانی داره روی کیل مسیج که توی ویدیو قبلی ازتون پرسیده بودم گفتید که ببره. الانم که دارم نگاه میکنم آره دقیقاً ببره. ولی از حق نگذریم توی بخش طراحی دل به کار ندادن. اصلا به تیپ و قیافه این DBS نمیخوره کیل مسیج داشته باشه. RP 55 بهتون اسکین اسلحه QBU رو میده و بالاتر توی بخش رایگان یه دنس میده. توی RP 60 بهتون بکپک ببری میده و دقیقاً اون حیوانی که روی کیل مسیج DBS بود ببر بود و از اینجا فهمیدم. RP 65 اورنامنت و عکس پروفایل رویال پس سیزن A4 رو میده که مربوط به کاراکتر لباس RP 100 میشه. بریم جلوتر. RP 70 اسکین گوز رو داریم. برای کسایی که نمیدونن گوز به عنوان وسیله نقلیه جدید توی مود برفی پابجی قراره که بیاد و اسکینش رو توی RP 70 میتونید که بگیرید. بخش رایگان یه ست داریم. تعریف خاصی ندارم، خلاصه آیتم بخش رایگانه و کوفت باشه مفت باشه، نه مفت باشه کوفت باشه. RP 80 بخش رایگان اسکین اسلحه تامسون رو داره. طراحی و رنگش کاملا با لباس یکیه. توی بخش الایت اسکین کوری که چقدرم نیازه و پایینتر دنس متیک رو داریم که دنس رو ببینیم. چه تکنیکی زد. بلک ویدو
میرسیم به RP 90. توی RP 90 اسکین M249 رو داریم و چه اسکینیه، واقعا نمره رو 10 از 10 میدم. یه جمجمه میبینم این قسمت و طراحیشم که خوبه، رنگشم که از همه بهتر. و در آخر میرسیم به لباس میتیک RP 100. بچه‌ها لباس میتیک RP 100 رو واقعا انتظار نداشتم اینطوری باشه. به نظر من که واقعا افتضاح طراحیش کردن. خودم نمره 4 از 10 رو بهش میدم، چون طراحیشو نکنید خیلی ساده است و حتی نمیخوره بهش میتیک باشه. و همین الان تو قسمت کامنت ها نظرتون رو بنویسید که از 10 نمره به لباس RP 100 نمره چند رو میدید. در کل به نظرتون جوایز خوبی بود یا نه؟ البته رنگش رو اگه تغییر بدید شاید یه کمی بهتر شد. در ضمن تا یادم نرفته بهتون بگم تاریخ انتشار رویال پس 14 این ماهه، یعنی دقیقاً 7 روز دیگه رویال پس منتشر میشه. جوایز جعبه طلایی. بچه‌ها این بخش قراره که جوایز کامل جعبه طلایی رو با هم دیگه بررسی کنیم. جعبه طلایی بعدی یه ست و یه کلاه متیک داره که به این شکله. یه ست متیک خیلی عادیه. یه اسکین هلمت داره که به نظرم جالبه. و اسکین اسلحه M16 داره که آپگریدی نیست، اشتباه نگیرید. و مینی 14 اسلحه آپگریدی جعبه طلایی بعدیه که توی ویدیوی دیروز هم با هم دیگه بررسی کردیم. و پایین‌تر اتچمنت های مینی 14 رو داره که اگه خود اسلحه رو نداشته باشید اینا به کارتون نمیاد. در کل جعبه طلایی بعدی خیلی خوب نخواهد بود. همچنین یه موضوعی رو خواستم بگم برای کسایی که امروز منتظر آپدیت بودن. آپدیت گفتم برای یه سریا شاید اومده باشه، ولی اگه میخواید برای همه پلیر رو در دسترس باشه بهتره که تا 2 روز دیگه صبر کنید، چون آپدیت از 7 شروع میشه و 9 به پایان میرسه. برای خود من فکر میکنم که فردا یعنی 8 آپدیت بیاد. در آخر اینم از سوپرکارهای جدید پاگانی که سیزن بعدی به بازی اضافه میشه. ماشین پاگانی که واقعا توی قسمت طراحی حرف نداره، یعنی خیلی خفنه. و این از 7 ماشینیه که قراره داخل پابجی بیاد و من خودم علاقه زیادی به این رنگ ماشینه پیدا کردم. رنگش آبیه یا یخیه؟ اطلاعی ندارم. خلاصه امیدوارم که ایشالا نصیب همتون بشه توی چیر پارک. گوش کن چی دارم بهتون میگم. گوش کن چی دارم بهتون میگم. من اصلا چیزی برای دست دادن ندارم. من چیزی واسه دست دادن ندارم. زیاد رو مخ من راه نرید.